well. Welcome to guys. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من امیرحسینم و اومدیم تو یه ویدیوی دیگه از چنل بادی اند تایم یه برنامه رادیویی گوش کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگه از دیدن این ویدیو خوشت اومد، لطفاً اون لایک کن تا یوتیوب بقیه هم نشونش بده. اگر هم دوست داری این سبک ویدیو رو بیشتر ببینی و من واسه بیشتر بسازمش، کانال منو ساب می‌کنی یا مشترک میشی و زنگوله رو بزن که هر موقع ویدیوی جدیدی گذاشتم سریع واسه پیامش بیاد. و شیرم بکن که دوستان ببینن، حال کنن. خب منتظرتون نمیذارم، بریم یکی دیگر از قسمت‌های برنامه رادیویی بیمارستان صبا رو بشنویم و حال کنیم. این شما و این بیمارستان صبا. بیماران عزیز توجه داشته باشید، گیجی بعد از بیهوشی عادیه. اینقدر نگید قبل عمل گیج نبودم الان گیج شدم. خانواده بعد از عمل وقتی میرید پیش مریض گیجه، متوجه نیست، میگن ما رو دیگه نمیشناسه، چه کارش کردی؟ یعنی دچار فراموشی میشه؟ نه خیر، افت دمای بدن، لرز و گیجی بعد از بیهوشی به دلیل عدم حرکت در حین بیهوشی و جراحی شایعه. در موارد استثنایی بیمار دچار اختلال ادراک بلند مدت پس از عمل میشه و روان آشفتگی اون ممکنه هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشه. این حالت در کسانی که تحت عمل جراحی قلب قرار میگیرند و افراد مسن شایع‌تره. توجه کردی محسن؟ عادیه. من که عمل نکردم عزیزم، گیجم. ببخشید دخالت میکنم، مشکل قلبی داره همسرتون؟ شما فضولی که میخوای بدونی شوهر من چشه؟ نخیر، با اجازه. حالا ایراد نداره، هیچ چیش نیست، خودشو زده به گیجی، من که میدونم. ممنون از پاسخگوییتون. چرا من خودمو باید بزنم به گیجی؟ چون همیشه گیجی و عادیه. دخالت نباشه، منم عین شوهرتون بودم. بابام میگفت هر کاری بهت میدم انجام بدی اینقدر گیجی که من خودم پشیمون میشم که چرا این کارو بهت دادم. مادرم هم میگفت اینقدر گیجی که نمیفرستمت خرید بکنی. برادرم میگفت اینقدر گیجی. کل خانواده‌تو میخوای بگی؟ فامیلامونو نگفتم. آخرش بگید مداوا شدید یا نه؟ بله. چطوری؟ دیگه پیش خانوادم نیستم، هیچ کاری هم که انجام نمیدم. تو بیمارستان زندگی میکنم، اینجام اگه گیج باشم ایراد نداره، عادیه. توجه کردی؟ عزیزم پیش تو نباشم یعنی اینجا باشم؟ پس گیجی رو بهونه کردی که بیای اینجاره کلا از من جدا بشی. چی دیدی اینجا ها؟ اذیتم نکن، سرگیجم بیشتر میشه. من پیشت باشم بیشتر میشه. پدرم منم میگفت طرفم نیا، وقتی میای نزدیکم حس میکنم بدبختیام بیشتر میشن. چه ربطی به سرگیجه داشت؟ مادرمون میگفت ضعف بدنتون به خاطر بدبختیای باباته. چرا؟ ما خانوادگی دچار سوء تغذیه بودیم. ببین وقتی بهت میگم میوه اژدها بخر، آووکادو بخر که دچار سوء تغذیه نشیم، صبحانه بهت میگم پنیر فرانسوی بخر، نهار باید چلو ماهیچه بخوریم، شام باید خاویار بخوریم چون غذای سبکیه، ولی تو توجه نمی‌کنی، تهش میشه این سوء تغذیه و سرگیجه. این خانواده‌ای که گفتید اینا رو بخره در کدام کشور زندگی میکنند؟ دارم خودمونو میگم. یعنی شوهرتون کارخونه داره؟ نه خیر، کارمند ساده است. عزیزم ساده چرا؟ چون استخدام نشدی هنوز. درمان گیجی فقط با بسته سلامت ما، دیگر گیج نیستید با ما. سلام، چطوره؟ خوبی؟ با شما؟ نه خیر، با بسته ما. سلام، چطوری؟ ببخشید این بسته شامل چی میشه؟ شامل گیاهان کاملا طبیعی. یعنی گیاهان مصنوعی داخلش نیست؟ اصلا. عزیزم ما باید بریم پیش دکتر. صبر کن، خالم چی خورد خوب شد؟ کلیه‌اش الان مشکل داره. باشه، کلیه مهمه یا لکای روی پوست صورتش؟ مادرم میگفت لک بیفته رو فرش مجبورتون میکنم فرش ببرید تو حیاط بشورید، اونم تو زمستون. بله، لک خیلی مهمه. حالا مشکل شوهرتون چیه؟ هیچی عزیزم، من 2 قدم نمیتونم راه برم. پس تا اینجا چطور اومده؟ جواب بده. به سختی. چه مدتی سرگیجه دارم؟ از وقتی ازدواج کردیم. تازه ازدواج کردید؟ نه، چطور مگه 10 ساله؟ یعنی من اینقدر خوب موندم؟ نه، شوهرتون خوب مونده تا الان. توجه کردی؟ خوب موندی. خانم این طبیعی نیست. چطور مگه؟ شما چیزی در شوهر من دیدید؟ چی ببینه؟ به هر حال همه مدت سرگیجه داشته باشی، الان بیای پیش دکتر بعد یه همه سال، عجیبه. بله. یعنی میگید خودشو زده به گیجی؟ به من بدبخت بیچاره کمک بکنید، من یک زباله‌گرد هستم، من مثل شما فقط هیچی ندارم. چته ترسیدم؟ وسط بیمارستان گدا از کجا میاد؟ گدای بیمارستانیه، بی‌آزار، حامی محیط زیست، البته دوستدار طبیعت و زمین را هم خیلی دوست دارد. سرگیجم داره بیشتر میشه. نه طبیعیه، مال بوی اینه. ما هم سرگیجه میگیریم کنارش بیستیم. این هم سرگیجه میگیرم. شوهرتون تو خونم سرگیجه داره؟ بله. سرگیجه زمانی رخ میدهد که شما احساس چرخش میکنید، اما در واقعیت اینطور نیست. در اغلب موارد این وضعیت با ضعف و سستی بدن همراه است که میتوان دلیل آن را ناشی از افت قند خون،
خستگی زیاد یا کم آبی بدن دانست. اما برخی افراد اختلال دوران سر را بسیار شدید یا در خواب تجربه میکنند که باید آن را جدی بگیرن. این چی میگه؟ اطلاعات مفید. بابام میگفت مهم نیست کی بهتون اطلاعات میده، مهم اینه که یه چیزی که نمیفهمید و بفهمید. پدر شما جملات زیبایی میگفتن. بله البته از خودش نبود، یه دفترچه داشت پر از جملات زیبا. یاد بگیر محسن. سرگیجه چه کار به دفترچه داره؟ یاد بگیر ببین چی گفت. افت قند خون داری تو؟ نمیدونم. کم آبی داری؟ عزیزم من نمیدونم. این عجیب نیست که سرگیجهشو میفهمه، کم آبی بدنشو نمیفهمه. بدن انسان به نیمی از آب نیاز داره. نه، بیش از نیمی از بدن را آب تشکیل داده. بفرما. ما معدمون که اندازه حداکثر حجم معده در بزرگسالان بین 2 تا 4 لیتر است. خب 2 تا 4 لیتر رو متوجه میشیم کی خالی میشه کی پر میشه، چی میخوریم چی نمیخوریم. بعد آب بدن که بیش از نیمی از وزن انسان رو تشکیل شده رو متوجه نشیم. این واقعا عجیبه. پدرم میگفت بعضیا خودشونو به گیجی میزنن، در اصل خیلی هم گیجن. اینم از همون دفترچه بود. بله. شما از کجا متوجه شدید؟ مشخصه. شوهر من چش میشه حالا. بعد ببینید دلیل گیجیش چی بوده. میشه ببینه؟ گدا منو ببینه؟ مشخصه که ایشون گیج نیست، خیلی هم حواسش سر جاشه. چی میگن اینا مگه کیان؟ از عوارض سرگیجه بی ادبی و بی تربیتی هم هست. از دست دادن شنوایی، صدای زنگ در گوش، افتادن به زمین، اختلال در راه رفتن، مشکل در صحبت کردن، درد در قفسه سینه، هر گونه تغییر در بینایی مانند تاری بی‌حسی در اندامها یا صورت، حالت تهوع، سردرد غیر معمول یا شدید از عوارضشه. بددهنی توش نبود. بددهنی به تربیت آدم برمیگرده. عزیزم کدومشو داشتی؟ من حالم خوب نیست. بهتر نیست بریم پیش دکتر تشخیص بده؟ دایم کی تشخیص داد که داره سکته میکنه؟ بابام. خدا رحمتش کنه. زنده است خدا رو شکر. خالم کی تشخیص داد که قرار سکته مغزی بکنه؟ بابام. خدا رحمتش کنه. نه خیر زنده است خدا رو شکر. عمم کی تشخیص داد؟ چش بود. میخوان یه زنگی بزنید به پدرتون بپرسید ازش. از کجا متوجه شدید پدرم تشخیص داده؟ بهتر بود همسرتون قبل از بیمارستان یه سر میبردید پیش پدرتون. دیدی گفتم عزیزم اونا سابقه بیماری داشتن. خانواده من یعنی همشون سابقه دار بودن. بابام میگفت سابقه داشتن مهم نیست، مهم اینه که بعد از سابقه داشتن دیگه سابقه نداشته باشه. شما پدرتون این دفترچه از کجا آورده بود؟ مال پدر بزرگمون بود، به پدرمون ارث رسیده بود. البته سرگیجه رو باید جدی گرفت. اگر دچار سردرد، سرگیجه، تب شدید و حالت تهوع شدید حتما برید پیش پزشک. تو که فقط سرگیجه داشتی، منو برای چی آوردی بیمارستان ها؟ من امروز تکلیفتو مشخص میکنم. خب مجبور بودی دروغ بگی؟ من دروغ نگفتم. ببینید میتونم راه برم؟ به سمت راست میره، به سمت چپ هم میره. عادت داره اینطور راه بره؟ همین طوری بود از اول. چون سرگیجه دارم اینطور راه میرم. شما بیرون میرید قدم میزنید کنار هم دیگه مشکلی ندارید؟ چرا داریم؟ یه عمری آرزو دارم که با هم مستقیم راه بریم. من باهاش نمیتونم راه برم که جلوم راه میره. خیلی سخته. من حالم خوب نیست عزیزم. ببین نمیتونم خودمو کنترل بکنم، تعادل ندارم. بیهوش شد؟ حتما از خستگی بود. به هر حال بخوای اینطور راه بری انرژی زیادی از آدم گرفته میشه. بابا میگفت میگم اگه دفترچه از بابات میگرفتن چه اتفاقی میافتاد؟ بیشتر سکوت میکرد. من برم. وقتمون گرفت تو که خسته بودی همون تو خونه استراحت میکردی. محسن بیدارشو زشته. محسن صدامو میشنوی؟ محسن صبر کنید بگم بابام چی میگفت. صبر کنید. چی میگفت؟ من صدات میزنم بیدار نمیشی، بعد این میگه بیدار میشی. بمون همینجا تا بپوسی. عزیزم صبر کن، گیجم نمیدونم چیکار کنم. حالا طوری نیست، بلند شو برو یه آزمایش بده. قبل تو یه نفر اومد سرگیجه داشت، عین خودت مشکوک بود، سکته مغزی زهر. امکان نداره. نه چه شد تو؟ اینکه باز خوابه. این چیه وسط سالن انتظار؟ خودش میگه سرگیجه داره، همسرش میگفت دروغ میگه خوابش میاد، مشاهدات منم میگه. میخوام مشاهده نکنی. پرستار بیا این بیمار رو ببر توی اتاق، دکتر بیاد معاینش بکنه. لطفاً بعد از عمل توی راهروی بیمارستان راه نرید. شما باید روی تخت باشید. ببخشید اینجا سینما نداره؟ اینجا بیمارستانه. چی میگی؟ خب باید یه زمین ورزشی داشته باشه. زمین ورزشی چیه؟ میگم اینجا بیمارستان. متوجهی؟ بلیط از کجا بگیرم؟ بلیط چه؟ بلیط سینما دیگه. میخوام برم فوتبال ببینم. حالت خوبه؟ باید خوب باشم. این لباس از کجا آوردی؟ تنم بوده دیگه، من چه میدونم. پرستار یه لحظه بیا. پرستار تو اینجایی؟ میگم بلیط از شما باید بخرم. بیا بریم تو اتاق عمل. از اونجا اومده اینجا؟ بله داروی بیهوشی زده بودیم بهش. بیا بریم. تو چرا بیهوش نمیشی؟ به کی زدید؟ بیا بریم یکی دیگه هم بهت بزنم، شاید بیهوش شدی.
بودی. در اتاق عمل ببندید. این چه بیمارستانیه؟ ببخشید میشه بچه من رو بگیرید؟ این سبده؟ بله داخلش بچمه. چشمات چرا سیاه شده؟ مشخصه؟ بله دیگه داخلش سیاهه. نه بابا دور تا دورش. خب چی شده؟ باورت میشه سرگیجه دارم، نمیدونم اصلا چطور خودم رو تا اینجا رسوندم. خب میخوای برگردی ببینی چطوری اومدی؟ کجا برگردم؟ همین مسیری که بچه‌تو داخل زنبیل گذاشتی آوردی. من گیجم. دلیلش چیه؟ نمیدونم چی شد. کنترل، لیوان، سینی و حتی بچه، اینا چی ان جمله بسازم؟ نه بابا پرت شدن سمتم. وسط دعوا بودی؟ نه وسط پذیرایی بودم جلوی تلویزیون. اونجا چه کار داشتی؟ داشتیم فوتبال میدیدیم. عادت دارن موقع فوتبال دیدن چیز پرت بکنن؟ برادر زنم و پدر زنم که تماشاگر نما بودن. مدرک تحصیلیشونه؟ نه بابا یعنی تماشاگر نیستم. تو جلوی تلویزیون چه کار داشتی؟ از اول جام ملت‌های آسیا تا الان 2 بار صفحه تلویزیون ما شکسته تعمیرش کردم. 3 بار کنترل شکستم. جدید خریدم. 2 بارم نزدیک بود بچه‌مو شوت کنن. همین که توی زنبیله؟ بله. دایش بغلش کرده بود. آدم گیجیه. فکر کرد توپه تو بغلشه. دروازه‌بان خواست شوت بزنه. اینم حس کرد توپه تو دستشه. خدا رو شکر تو شوت کردن گیجه. بچه‌م به پاش نگرفت. میگم تو جلوی تلویزیون چه کار داشتی؟ آها من محافظ تلویزیونم. یعنی تو جلوی تلویزیون میشینی هر چی پرت میکنن میگیری؟ بله البته میستن. این دروازه‌بان دقیقاً همزمان پرت بکنن میتونی بگیری؟ بله سینی، استکان، قندون، حتی خود قند میتونم بگیرم. همه رو با هم؟ بله. چی میتونه بگیری؟ یا خدا عزیزم کی اومدی کجا بودی؟ من نمیتونم چی بگیرم. گیجم. یه چیزی گفت میتونه همزمان از تلویزیون محافظت بکنه. این دروازه‌بان. این بچه‌تون گریه نمیکنه تو زنبیله؟ نه خوابه. تو گفتی بهشون که ما خانوادگی تماشاگر نما هستیم. نه عزیزم گفتم هیجانتون بالاست، برای همین وقتی میخوان خودتون رو خالی بکنید هر چی دم دستتون هست شوت میکنید یا پرت میکنید سمت تلویزیون. البته شوهرتون با توجه به استعدادی که دارن میتونن تست بدن برای دروازه‌بانی. دروازه‌بان تلویزیون مگه داریم؟ نه خیر فوتبال. تو گیج اینطور میگیری. گیج نباشی خیلی دقیق‌تر میگیری. تازه اونجا فقط یه توپ میاد سمتت. عزیزم من نمیرم پیش دکتر. یه خورده راه برم خوب میشم. بریم. صبر کن ببینم چقدرش پول میدن. انتخاب بشه میتونه زندگی کنه. راحت؟ بله دیگه راحت میتونه زندگی کنه. عزیزم بیا بریم خونه، بعد با خانواده مشورت کنیم. خانواده من. در چه رابطه‌ای؟ آینده هممون. کجا خونه بگیریم، چه ماشینی بخریم. با سرگیجه من؟ نه خیر با استعداد تو. من تو رو تازه کشف کردم. تو همه کس خانواده ما هستی، افتخار مایی. یا خدا چی شد؟ هیچ زندگیت شیرین شد. درب آرامش به روی زندگیت باز شد. جدی میگی؟ من چرا متوجه نشدم؟ در آرامش آروم باز میشه. بریم عزیزم. بیا بچه‌تم ببر. فقط خواستی بری تست بدی؟ بچه‌ت با خودت نبر. چرا؟ آخه بوسیر میده. نه توی این زنبیل قبلا سیر بوده. وضع مالیت خوب شد برای بچه‌ت یه کالسکه بخر، حداقل حس کنه براش در کودکی یه کاری انجام دادی. بریم عزیزم. عزیزم مطمئنی؟ بله آینده خانواده ما در دستان توست. الان که زنبیل بچه دستمه. بعدا گفتم. بله به سلامت. چی شد؟ هیچی رفت آینده خانواده‌شو بسازه. پایان وقت کاری خودم لطفا سکوت رو رعایت بفرمایید. خب امیدوارم از دیدن و شنیدن این برنامه رادیویی لذت برده باشید. یادتون نره اگه بازم از این برنامه‌های رادیویی دوست دارید و خوشتون میاد لطفا به کانال ما سر بزنید، گوش کنید، ساب کنید، لایک کنید و کامنت انگلیسی بذارید، چون ما به حمایت‌های شما نیاز داریم برای ساخت این برنامه. با تشکر از برنامه رادیویی بیمارستان صبا در رادیوی صبا فرکانس 105.5 مگاهرتز. خدا نگهدار دوستان، تا دیدار بعد، بدرود.